امکان داره سوال خیلی از شما دوستان عزیز باشه. بوی پرسیاری زور اگلیه وی بررس بید. خیلی اتون که در کشور فعلا زندگی میکنین و میخواین برین یک کشور دیگه مشغول به کار بشین و اونجا حقوق میگیرین، میخواین بدونین باید چند تا مالیات رو بدیم، همون ورو. شما موقعی که در کشور فعلا زندگی میکنین، یعنی دیل اون ویست و رگسترین موکان واکیتونین اوسوید. شما در کشور فعلا یعنی آدرس همیشگی دارین، هم بهش میگن واکیتونین اوسوید. و موقعی که میرین یک کشوری مشغول به کار هستین، شما جای اصلیتون کشور فعلنده و اونجا که مشغول به کار هستین، اون کشور چقدر از شما مالیات میگیره و حقوق شما چقدر هست. کشور فعلندم حتما باید به اداره مالیات کشور فعلندم خبر بدین و اینا هم اینجا بررسی میکنن، حساب میکنن. اگر حقوق شما زیاد نیست و اونجا مالیات هم ازتون میگیرن، اون موقع اینجا ازتون مالیات نمیگیرن. ولی اگر حقوقتون زیاده و اونجا مالیات ازتون میگیرن و مالیات زیادی هم بهشون خبر نداری که چقدر مالیات میدی، یعنی مالیات بیشتر رو نمیدی، اینجا باید مالیات بدی. پس اینو اینجا حساب میکنن. موقعی شما آدرستون در کشور فعلند باشه و در کشور فعلند زندگی کنین، اقامت داشته باشین یا همون تابعیت کشور فعلند رو داشته باشین، پس باید به اداره مالیات کشور فعلند هم خبر بدین. در سایت ورو پیست فی همون .fi اونجا بهشون خبر بدین که شما چقدر حقوق میگیرین و اونجا چقدر مالیات میدین. اون موقع اینا هم بررسی میکنن و چقدر مالیات ازتون میگیرن یا اصلا ازتون نگیرن. پس اینو بدونین کسانی که حقوق بگیر هستن خارج از کشور فعلا، اینجا باید خبر بدن و اونجا واسهشون حساب میکنن. او برزانه که لولاتی فنلندا دجین و ادرسیان لیره و اقامه ولاتیه و جنسیان هیا و درون و دروی ولاتی فنلندا ایش دکن یا دوام لیوه هیا معاش ورگرن دبیت اداره مالیاتی ولاتی فنلنداش آگادار کنه و کبزانن چنک معاش ورگرد و اولاتش که لیوه بابلن ایشکه دکی او معاش او لیوه که وری دگریت و اوان مالیاتی لیور دگرن و تا زریبه لیدباد. اگر ولاتی فنلندا بزنه معاشکه زور نی و آن زریبهش زور لیدبان او کات امان زریبه زور لیور ناگرن. بلام اگر بزن معاشکه زور لیو زریبه کم دادی امان رح حساب کتاب دکن چنک بود دمینتوا امانش زریبه لیور دگرن و تا بو هموش تک آگادار بن دبیر اداره مالیاتی ولاتی فنلنداش آگادار کیتوا کتو درویت و دروی ولاتی فنلندا ایش دکی و معاشکه یبوی امان بزنه کتو دهاتی تو لکیوتید جامع بو کسانی که ام پرسیارانه کردو.